دختر با استعدادی بودم. کل قرآن و گلستان سعدی رو از حفظ بودم. اجازه مدرسه رفتن نداشتم، ولی خودم خوندن و نوشتن رو یاد گرفتم. حدود 14 سال بیشتر نداشتم که شکمم شروع به باد کردن. رنگ صورتم زرد شد. حالت تعب داشتم و شب از درد گریه می‌کردم. زنای همسایه که منو می‌دیدن شروع می‌کردن به پش کردن. چند نفری هم گفته بودن که زری حامله شده. چند روز بعد از خونه ما سر و صدا بلند شد. برادر 18 سالم عباس نرم زد که مکشمت. باید بگی اون نامرد حراد کیه که شکم دو بالا آورد. زنای همسایه می‌خواستن بیان کمکم. ولی برادر 18 سالم با چاق و دور حیاط دنبالم می‌کرد و می‌خواست که منو بکشه. زنای همسایه هر روز میومدن دم خونم و منو نصیحت کنن که ببینن رفیق من کیه، که اینجوری قال قضیه کنده بشه. کتک خوردن من دیگه بره بقیه عادی شده. دیگه مثل روزای اول کسی نمیومد خونمون که منو نجات بده. هر روز یکی منو کتک می‌زد. یه روز داییام، یه روز داداشام. یادم عباس منو می‌کشید تو زیر زمین و با سیخ کباب ساق پامو داغ می‌کرد که اسم طرفو بگم. کل پام سوخته بود و جای سیخ کباب و تیزی بود. برادر بزرگترم رسول قسم خورده بود اگه منو ببرن پیش دکتر هم خودشو میکشه هم منو. با هیچ معجون و دارویی بچه من سخت نشد. یادم توی زیرزمین با شکم گنده افتیده بودم که بیبی زینب مادر بزرگم، یه زن 80 ساله مهربون و سرحال، اومد خونمون. یه سیلی محکم زد تو گوش عباس و گفت مگه من نگفتم زری رو ببری دکتر؟ آخه این چه جور بچه‌ایه که بعد 12 ماه هنوز دنیا نیومده؟ بیبی زینب مردای محله رو جمع کرد که جلوی برادرامو بگیرن. خودش هم بالاخره تونست منو از زیر زمین در بیاره و ببره بیمارستان. منو عمل کردن. یه قطعه 9.5 کیلویی از تو شکمم در آوردن. حدود 40 روز تو بیمارستان بستری بودم تا حالم بهتر شد. همه اون زنای همسایه که منو بدکاره میدونستن اومدن دیدن ببینن این قطعه 9.5 کیلویی راسته یا نه. کی اون موقع فکرشو میکرد من قراره چندین سال دیگه به چه جایگاه والایی برسم؟ ببین یه وقتایی